همه میخوان دیده بشن، اما اون وقت این وسط یه مشکلی پیش میاد. وقتی همه روی صحنه باشن، پس تماشاگر کیه؟ دنیا پر شده از بازیگرایی که با صورتک‌های یکسان لبخند میزنند. همه ویرایش شده، مرتب و قابل انتشار. راستش زیبایی دیگه خاص نیست، یه قالب استاندارده. در این هیاهو همه مشغول جلب نگاهند. تماشا اتفاق نمیفته، هرچی که هست بازتابه فقط. آدم‌ها دارن به نسخه قابل پخش از خودشون نگاه میکنند. یک بازی بی تماشاگر. هر کس فقط خودش رو تشویق میکنه و بس خودش رو میبینه و تهش یک سالن پر از نور میمونه، پر از چهره های یک شکل که همیشه هم لبخند میزنن برای تماشاگری که وجود نداره. شما چی؟ تماشاگری یا منتظری نوبت نمایشت برسه؟ کدومش؟